بچه من اومدم تو سایت اوپنسی که یه اثر کرییت کنم. بعد دیگه گفتم فیلم بگیرم به شما هم نشون بدم. از توی براوزر OpenSea.io رو باز میکنید. بعد از این قسمت مور یه باتم داره به اسم کانکت ولت. کانکت ولت رو میزنی و اسم کیف پولت رو انتخاب میکنی. اسم کیف پولت رو انتخاب میکنی، ازت یه سیگنیچر میخواد یا پسکد میخواد. وقتی پسکدت رو وارد کنی در واقع کانکت میشی به پروفایل خودت. بعد از گزینه آل اگه اشتباه نکنم کامل باز شه. نت هم که ماشاءالله چقدر کنده. بعد میگن چرا اعصاب اینایی که ریموت کار میکنن انقدر خط خطیه؟ به خاطر اینترنت دیگه. به خاطر چیه؟ خب دوباره از همون قسمت مور وارد پروفایل میشی. در واقع وارد پروفایل هم نمیشی. اگه دقت کنی اینجا یه گزینه کرییت میبینی. یه گزینه کرییت اینجا داری، یه قسمت اکانت هم این پایین. حالا از قسمت کرییت وارد میشی و استیل لودینگ. هر موقع که این صفحه باز شد بهت میگه اینجا رو امضا کن. ساین میکنی، باز کیف پولت هم کانکت میکنی و یه بار دیگه دکمه باتم کرییت رو میزنی. حالا این صفحه رو باش مواجه میشی. تو این صفحه اینجا میای کلیک میکنی، اثرت رو آپلود میکنی از تو گالریت. مثلا من اینو میخوام آپلود کنم و اینجا سلکت، دوباره سیگنیچر میخواد. حالا واسه آیتمت باید یه اسم انتخاب کنی. من اینو کلا حال نداشتم، کل مجموعه رو ملال در نظر گرفتم. یعنی اسم همه رو گذاشتم بردم. شما هم چی کاری نکنین. ملال کالکشن. بعد اینجا اسم اونر اثر رو انتخاب میکنی. پریسا پارت کالکشن. در آخرم این که با توجه به کرنسی کیف پولتون خودش انتخاب میکنه. فکر کنم من اینو نزده بودم. اتریوم نشون میده همیشه. و در آخرم این گزینه کرییت رو میزنین. یه نوتیف میگیرین به اسم almost done. نمیدونم چرا ولی واسه من معمولا یه ریکپچا نشون میداره. میگه ثابت کن که هیومنی. اوکی. اینم که انجام بدی دیگه اثرت آپلود میشه. امیدوارم طولانیش نکنه چون از حوصله شما خارج میشه. آره خدا رو شکر یه دونه بیشتر نگفت انجام بده. نصف عمرمونم میره این روزا واسه ریکپچا انجام دادن. I'm a human. I'm not a robot. خب بعد از این وارد یه صفحه میشین که میتونین قیمت گذاری کنید اثرتون رو. هر چقدر دوست داشتین، کنتور که نمیندازه. مثل مولا نصرالدین داشته مامانشو میبرده بازار بفروشه. یکی میبینتش میگه کجا داری میری؟ میگه دارم میرم بازار مامانمو بفروشم. بهش میگن خجالت نمیکشی؟ کی آخه مامانشو میفروشه؟ میگه یه قیمتی گذاشتم که نخرن. حالا شده آثار من. خب ببین این صفحه که باز شه اسم اثر رو می نویسه بوردم اونر بای پریسا. پایین بخوای برگردی به کالکشنت ویو کالکشن رو میزنی. ولی الان من میخوام لیست کنم اینو، یعنی قیمت گذاری کنم و بذارمش واسه فروش. بعد ببین لینک اثر رو داری، میتونی اینجا شیر کنی. اینم از این. خب چجوری؟ ببین یه گزینه بهت نشون میده بعد لیست فور سل. اینو که بزنی میتونی قیمت بذاری. مثلا حال میکنم اینو بذارم 7 اتریوم. قیمتشو میذاری 7 اتریوم 11,000 دلار.
دیوریتیشنش یعنی چه مدت میخوای با این قیمت باشه؟ من میگم 1 ماه. و میگه اوپنسی فی 2.5%. کامپلیت لیسینگ رو میزنی و تمام. این میره تو اون قسمتی که اثر واسه فروش گذاشته میشه. یه سیگنیچر هم میخواد، دوباره اسیر شدیم. و دیگه اثرت لیست میشه. به همین راحتی، ایزی ایزی، تمام.